دریای اشتیاقم، غیغم شریک دردم، با دیگران انیسم، با تو شریک و همدم. گر با دیگرانم جانم با توست هر دم. من و مای بس گمانی بشنو صدای قلبم. من عشق و دوستیم از من چرا میرنجی؟ واقعا من بسیار متأثر هستم. خبر نداشتم. از این بیادر عمر خود به دخترکای معصوم خود بخشید. اینا همه بی سرپرست شدن. خیر است چیزی که رضای خدا باشه. خیر است. دخترم بسیار زود در کدامتون به خیر صاحب یک سرپرست میشین. بعد از این ما سرپرستی از اینا رو میکنم. از این به بعد ما سرپرستی اینا هستیم. اینا جز خانواده ماست. چی میگی نسرین؟ ای سه تا دختر جوانه در خانه‌ت نگاه میکنی؟ این مردم چی میگن؟ ما پروای مردم ندارم. شما دیگه هم حلقه سر متن کردین. هنوز یک مشکل حل نشده که شما دیگه مشکل حل کردین. کدام مشکل؟ هیچ مشکل نیست. کل گپا انشالله جور میشه. چی جور میشه مادر جان؟ از یک طرف من امروی شما بیگانه آواری رویه میکنم، از یک طرف در خانه خود مثل دوزاوری میم و میرم. من خودم نمیفهمم که آخرش چی خواهد شد. گوش کو بچی. اول کوشش کو که در دل تمنا جای پیدا کنی. بعد از او عاجل برش پیشنهاد عروسی را بده. باز وقت برش میگم که همون نصیر امین نصیر است. که تمنا از من نفرت کنم ولی که هیچ وقت طرف من سعی نکنم. مادر جان ما به هیچ قیمت نمیخوایم که تمنا را از دست بدم. از دست نمیدی. فقط چیزی که من برات میگم اونمو کارا کو. من برم که پدرت نفهمه. دروازه را قلف کو. برای هیچ کس باز نکنی. فهمیدی بچی؟ من رفتم. این کدام مشکل کلان نیست. باز خودت یک پدر هستی، صلاحیت داری. از گوششون بگی بیرون بندازیشونه. و قدرم که تو آسان فکر میکنی
و قدر آسان نیست. تو نسرین نمیشناسی. تو تشویش نکو. این خوارت به کدام روز به دردت میخوره؟ تو مصروف کاروبار خود باش. تمام مسائل خانوادگی را به دوش مبان. تو ببین که من این دخترها را چطور از این خانه میکشم. میفهمی؟ نسرین میخواه که تمنا را به نصیر بگیره. اگه به یاد داشته باشی در خورترکی ها مادر تمنا گفته بود که نصیر داماد آینده ایم است. تو همه یک کار کو که خب این دخترها از این خاطر کوشش دارن که خود در گردن نصیر و سمیر تب کنن مگر یرمان در گور ببرن. ما ایت کار را دقشان بکنم که نه تنها در بیادرزادای نرسن بلکه خانه را از دست بدن. شما کاکا افضل نمیشناسین. یک روز شاید در 3 ماه از خانه بیرون برده. زندگی ما سر و سر مشکل شده. یک مشکل حل نمیشه که دیگه شروع میشه. من در چند لحظه خاله نسرین شناختم و او دیسکوگه که دیگرم شناختم. کلشانو شناختم. کلشانو براتون جور میکنم. و مگر حتما یک کار خواهد کرد. من خواهم میترسم که مرسی خورا را از هم جدا. ما کسی را نداریم که ما را از دست بده. شما متوجه باشین. همراه کسی زیاد گپ نمیزنن چرا که خاله نسرین یک بچه دیگم داره که بسیار لچک و عیاش است. و مخصوصا خودت ایرانی ها زودتر از دیگر را بازی میخورن. خودت خو ایرانی نیستی؟ مگم شاید هوای از اونا در سر تو زده باشه نه؟ ایتو نشه که کسی بازید بتن. خب فضیله جان قصه کو چطور بودن اولادا؟ چرا اونا رو نوردی؟ فکر میکنم که ماندگی را تنوز نبر آمده. یک رقم خسته معلوم میشی یا یکی سرما قارسی چطور؟ نه مادر جان همه ممی رقم استایلش هست. این مردم افغانستان است. باز بلد میشی. من از شب تا بال خون دل میخورم این زن بشید ریشخندی میکنه. من بازم برات میگم که کاری دخترها رو یک طرفه آه بستی خوب شد گفتی. کجا دخترها از این خان؟
صدایشان نکنی؟ یکیش خود ملازم سپورت میکرد دگاهش ندیدیم. از اینکه در حادثه تلخ ما در افغانستان نبودم، نتونستم همراه شما هم دردی کنم، بسیار متاسف هستم. شما هیچ به خودت تنها فکر نکنید. ما همیشه همراهتان هستیم. شما در چه که زندگی کنین ما در موج خبرتان نمیگیریم. ما از اینکه مثل شما خاله نسرین و عمه فضیله همدرد و غم شریک داریم افتخار میکنیم. پدرم یک افسر پلیس بود و به افتخارم جام شهادت نوشید. پدرم جان خدا فدای ملت کرد. من به روح پدرم قسم میخورم که من به دستای خود قاتلای پدرم از بین میبرم. من میخوایم که شما همراه من همکاری کنیم تا ای که ما او پست رزیل پیدا کنیم. برشان نشان بدیم که اگر عظیم خان بچه ندارم دختراش انتقام خونش میگیره. خون سردیده حفظ کو دختر جان. دخترای این کار کردن نمیتونن. او هم باز یک دختر افغانی. شهامتت بسیار خوشم آمد آرزو جان. کوشش کن، شاید کامیاب شوی، ولی یک گپ بفهم که این کار تو به تنهایی انجام داده نمیتونی. پدرم راست میگه، یا شوی کنی یا که کدوم بای فرند داشته باشی. آدم شو بچه. ببخشید دخترم، سمیر یکم مذاقی است. مذاقی نه، کمی بی‌تربیه است. آن زمانای وقت نمانده که یک زن نتونه بدون همکاری مرد کار خود پیش بره. ما را پدر مقسم تربیه ندادن. یک همکار پدرم است، بسیار بچه خوب است، در حین حال یک بچه شجاع. اونم ما را کمک میکنه. نصیر کجا میری بچیم؟ سلام مادر جان. علیکم. وظیفه میرم. چرا چیه پس؟ آرزو چی کنه مادر؟ آرزو گفت که همکار پدرم نصیر نام داره. او ما رو کمک میکنه. خدایا. او خدا، مرا در چی عذاب ماندی؟ کم است که مادر جان دیوانه شم. بچیم جان مادر حوصله کو. کل گپا بخیر جور میشه. هرچی که فکر میکنم رای حل پیدا نمیشه. ما برم که امید نیاید. امیم؟ بچیم جان مادر حوصله کو. کل گپا بخیر جور میشه. هرچی که فکر میکنم رای حل پیدا نمیشه. ما برم که امید نیاید. امیم؟ آه فضیله امید آمدن.
کجاست که صدایت میکرمی جواب نمیدی؟ من اینجا بودم اتاق نصیر جان نظر پاک میکردم. خو اینجا اتاق نصیر جان است. خیلی باش که ببینمش. بیا باز کدام وقت دیگه ببین. گوش کو یگان چیزایی که از اروپا برتاوردیم بیا که بریم پایان که برات بتم. بریم. راستی نصیر کجاست؟ این روزای دیدن نمیشه. نصیر جان بسیار مصروف است. شاید صبح وقت رفته باشه. خب ما شنیدیم که پلیس شده. آها. گمش کو از این پلیسی بکشیشه. یک روز خدای نخواسته عظیم خان. تو اینجا چی میکنی؟ آها تمنا دخترم. تو اینجا چی میکنی؟ هیچ خاله جان، من گفتم اگر اجازه شما باشه در کارهای آشپزخانه امرایتان کمک کنم. چرا نه دخترم؟ اینجا خانه خودت است. بیا زوام چند وقت بعد. چی؟ چند وقت بعد چی گپ میشه؟ چیز نه. برو دخترم. آشپزخانه ده اختیارت. مقصد فکرت باشه. در خانه که مردا زیاد است دیگه پختن بسیار سخت است. ضرور نیست که دیگه پخته بکنه. یک روز خام پخته خواد کرد و یک روزم سوخته. باز ما مردم عادی نیستیم. بیادرم آدمای بسیار مهم و معتبر هم ایمان میکنه. یک روز وزیر میمانم و یک روز هم وکیل. یک روز نشه که باز بینی ما را پیش مردم بباره. نه فضیله جان، تو دست بخت تمنا رو نخوردی. برو دخترم. خوب گوش بدین که براتون چی میگم. ما شما را به این خاطر در خانه خود نخواستیم که پای سر پای دور بتین و میوه بخورین. باس چرا این میتینگ در هتل نگرفتین؟ در روزا همو بچهتون بسیار پشت ما را میگیره. تو نشه کدام روز رئیس صاحب او رام چو باش لوده. روز تمام روز بخورین و بکشین. اگر شما اینقدر کم فکر باشین ما چطور میتونم تو رئیس صاحب دم اختلاف هم کم بود که زبیر را بکشن. راست میگه باز. بسیار هوشیار است. از او پلیسای رشوتخور هم نیست. هر جایی که میره هزاران نفر احترامش میکنه. هیچ گپ نمیشه. او هیچ کدامتان نمیشناسه. فقط هوشیار جانتان باشین. خصوصا تو که بسیار زود عصبانی میشی. ما شما را به این خاطر در خانه خود خواستیم. در قدم اول شما همراه فامیل مادی شوین. در قدم دوم بر از اینکه ما چند روز در خانه میخوایم باشم و در قدم سوم بیا سمیر بچون. و در قدم سومی که
میخوایم باس نبتان معرفی کنم. سپاس خود پرستی با عشق و شار و مستی مغرور به تکلف اندر بساط هستی من ساز زندگیم از من چرا میرنجی ای غم آشتیم از من چرا